ای کسانی که لقمتان از حرام است مراجعت دارد، ای کسانی که از راه های حرام درآمدها دارین. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید اگر تو نمازخوان باشی و بسیاری از همان حرامخورها با نمازخوانند، حضرت عبدالله به آنها مراجعت دارد، ای انسانی که هم حرام میخوری و هم نماز میخوانی، اگر تو همچنان نماز خوانی که میان تو خم شود دیگر میان راست نشود، آنقدر روزه بداری که مثل ریسمان یا مثل تاریزی باریک شوی، ما تقبل ذلك منکم الا بورع حاجز. حضرت عبدالله گفتند این نماز و روزه تو را الله بر بالای سر خودت میزند، اینها در نزد خدا قبول نمیشوند تا اگر تو از راه حلال دسترخوان تا پر از نعمت نگردانی.